اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان راهی ماشینگرد بوستان آبشاران زرنیسار پورا منفرش کرده می شود. قابل قید است که درازی راه 38 کیلومتر بوده، طول بیشتر از 30 سال اینجانب با تعمیر و نوسازی نیاز داشت. رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده ضمن سفر کاری با رفت کارهای منفرش‌کنی در راه ماشینگرد بوستان آبشاران زرنیسار شناس شد. در اساس عهده‌داری راه مذکور با مبلغ‌گذاری شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای با خرج 75 میلیون سومانی منفرش کرده می شود. پودرچی لایحه جمعیت دارای مسئولیت محدود سامانی بوده. برای اجرای کارها 15 تکنیکا و بیشتر از 30 نفر متخصصان به کار جلب گردیدند. پهنای راه ماشینگرد 7 متر را در بر میگیرد و تا به امروز تقریبا 7 کیلومتر راه پورا منفرش گردیده. در قطعه های دیگر کارهای تخت و هموارکنی و دیگر کارهای راهسازی ادامه دارد. رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده ضمن صحبت با مسئولین شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای و جمعیت دارای مسئولیت محدود سامانی از مهمیت راه و راهداری اظهار نظر نموده سفارش داد که به صفت کارها توجه بیشتر روانه کرده شود. مسئولین اطلاع دادند که با استفاده از روزهای مساعد آفتابی به کارهای راهسازی وسعت بخشیده می شود و طبق لایحه سال آینده راه پورا منفرش و برای استفاده عموم آماده کرده می شود. در اساس دستور سفارش‌های پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان سال 2021 با نقشه گذاری شد. در اساس نقشه‌های حکومت ولایت سوق زیاده از 38 کیلومتر راه مسجد بوستان آبشاران زرنیسار برای اسفالت پوش شدن لایحه گذاری شده. کارهای 6 ماه اکتبر سر کرده شد. در مسافه 38 کیلومتر زیاده از 5 تا پل‌های ماشین‌گذار، قبورهای آبگذر در درون 9 کیلومتری خود شهرک زرنیسار کارهای خواباندن قبورها شده گذشت. حاضر من کارها در کیلومتری 34 رفته ایستاده است. نقشه ما تا آخری من همین سال تا 10 کیلومتر رساندنی 9 کیلومتری راه با من درآمدگاه باید که آماده بود شود. خیلی کارها من رفته ایستاده است. در برابر منفرش نمودن راه در قطعه های علاهیده پل ماشین‌گذار بنیاد کرده می شود. همچنین در مسافه زیاده از 450 متر قبورهای بتونی خوابانده شده. در سیل راه‌ها باشد دیوارهای محافظتی بنیاد می گردد که قسماً الکی اجرا شده است. برای چراغان نمودن مرکز شهرک زرنیسار و دیگر قطعه‌های راه بیشتر از 70 ستون پایه نصب گردیده. کارهای چراغان‌کنی در حالت انجامیابی قرار دارد. علاوه بر این تصمیم گرفته شده است که در موضع‌های پیش بینی شده 10 ایستگاه زمانوی بنیاد و برای مسافران شرایط ضروری مهیا کرده می شود. از این اقدام ساکنان شهرک زرنیسار خوشحال گردیده به سرور دولت محترم امام علی رحمان اظهار سپاس می نمایند. من با جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بسیار منتدار هستم که من امروز همه راههای ما آباد شده ایستاده است، من اسفالت شده ایستاده است. باور کنید چندین سالا من زندگی میکنم، رفت آمد مردم به حد عذاب بود. من همش منفرش شده ایستاده است. رئیس ولایت رحمت میگیم که من چندین بار گفتم با تشبثی گفتم من همه راهها باید شده، من تمام خلق حاضر رحمت میگو من منتدار هستیم. ضمن بازدید از روند کارهای منفرش‌کنی در راه ماشینگرد بوستان آبشاران زرنیسار رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده با ساکنان شهرک زرنیسار شهر گلستان صحبت نموده تاکید داشت که این شهرک در آینده نزدیک به یک شهرک زمانوی تبدیل می‌یابد. ساکنان برای حل و فصل مشکلات آب و تشناب مراجعت نمودند و راهبر ولایت در این سمت مسئولین را وظیفه‌دار نمود تا مشکلات موجوده در مدت کوتاه بررسی و حل و فصل کرده شود. تاکید گردید که این همه کارهای آبادانی و سازندگی ثمره استقلالیت و عزم و تلاش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد. مردم شهرک زرنیسار در جواب به این غمخواری اظهار داشتند که در پیشرفت و شکوفایی دیار خود سهم ارزنده می‌گذارند.
در شهر استقلال رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده با فعالیت کنونی کارخانه متالورژی شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای شناس شد. این کارخانه عظیم صنعتی در اساس مناسبت دوستی دو کشور به هم دوست و برادر تاجیکستان و خیتای بنیاد گردیده است. اقتدار سالانه آن 50,000 تن کنسنترات بوده. برای بودجه کار تامین شدن تا 400 نفر پیش بینی شده است. رئیس ولایت سوغد در مورد اعلان گردیدن صنعتی کنانی به صورت مملکت همچون هدف چهارم ملی و سهم چنین کارخانه‌های صنعتی در رشد اقتصادی محل یادآور شد. مسئولین کارخانه متالورژی وعده دادند که بعد پورا انجام یافتن کارهای تعمیر و آمادگی ماه نوامبر در کارخانه اقتدار موجوده ثمرناک استفاده کرده می شود. در این صورت هم جای کار بیشتر می شود و هم حجم استحصالات افزون می گردد. خاطر رسان میشم که در اساس همکاری های متقابل سودمند میان تاجیکستان و خیتای کارخانه های مشترک به فعالیت آغاز نموده در تامین شهروندان با جای کار زمینه فراهم آورده شد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد برای فعالیت پرثمر چنین کارخانه های عظیم صنعتی من بعد نیز تدبیرهای مهم را راهاندازی نموده فعالیت منتظم آنها را نظارت میکند. در شهر استقلال طبق سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کودکستان نو زمانوی بنیاد گردیده مورد استفاده قرار میگیرد. این مؤسسه تا مکتبی طبق عهدهداری از جانب شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای ساخته شده در آن تمام شرایط تعلیم و تربیت فراهم آورده می شود. رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده با روند کارهای ساختمانی در این مؤسسه نوبنیاد شناس گردیده برای اصلاح کمبودی‌ها به مسئولین دستور سپارش‌های مشخص داد. تاکید گردید که کودکستان مذکور برای تا 300 نفر کودک پیش بینی کرده شود، زیرا در آینده با نظرداشت افزایش شماره اهالی احتیاجات به کودکستان زیاد می‌گردد. عین زمان در شهر استقلال دو مؤسسه تا مکتبی فعالیت دارد و در آن بیشتر از 300 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف شهر فعلا در شهر استقلال تقریبا 200 نفر کودکان برای فراگیری به مؤسسه تا مکتبی در نوبت قرار دارند. با بنیاد کودکستان نو مشکلات در این جهت حل و فصل کرده می شود. در شهر استقلال رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده آناستاسیا ویلر را عیادت نمود. نام برده از سن 18 سالگیش به این سو در شهر استقلال زندگی دارد. مفصول سابقه دار سایه صنعت بوده. طول بیشتر از 30 سال در کارخانه واحد دولتی نوری خوار کار و فعالیت نموده است. رئیس ولایت سوغد از خدمت‌های ارزنده چنین سابقه داران عرصه مهنت یادآوری نموده. علاوه کرد که مهنت آنها را دولت و حکومت همیشه قدر می‌کند. آناستاسیا ویلر برای غمخواری و توجه به حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس و منتداری بیان نمود. به این سابقه دار مهنت کمک‌های مالی و پولی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد دسترس کرده شد.